رقابت‌های قهرمانی فوتبال زیر 17 سال مرکز آسیا یا کافا قرار است به میزبانی کشور تاجیکستان از تاریخ 20 الی 27 آگوست سال روان برگزار شود. تاجیکستان یک بار دیگر میزبان این تورنمنت بزرگ هست و قرار است که تیم ملی فوتبال زیر 17 سال افغانستان در اولین بازی خودش به مساف تیم ملی زیر 17 سال قرقیزستان بره که بازی فوق‌العاده جذاب و دیدنی خواهد بود که فردا ساعت 5:30 به وقت کابل این مسابقه برگزار میشه. در صحبت‌هایی که من داشتم با مسئولین میدیای کافا گفتن که مسابقات از طریق یوتیوب چینل کافا نشر میشه که در صورت نشر ما لینک مسابقات از طریق صفحه فیسبوک فدراسیون فوتبال افغانستان هم نشر خواهیم کرد. این توپ مسابقات کافا هست که مورد استفاده و با چک کافا صورت گرفته و تست مثبت بوده و این توپ در کافا استفاده خواهد شد و این هم جام قهرمانی مرکز آسیا در رده سنی زیر 17 سال هست که تیم قهرمان فاتح این کاپ خواهد شد. ان شاءالله که شیربچه‌های فوتبال زیر 17 سال افغانستان که تقریبا نزدیک به 6 ماه در کابل قرنطینه بودن، کمپ تمرینی داشتن، با تمام امکانات کمی که متاسفانه افغانستان نسبت به سایر کشورهای رقیب ما در این مسابقات داره، بازم بچه‌ها آمادگی آماتام خودشون گرفتن برای مسابقات و با اراده بلند با غیرت افغانی که دارند در این مسابقات شرکت می‌کنن با امید از اینکه افغانستان نتیجه خوب بگیره. زنده باد افغانستان، با امید پیروزی.